روز 12 یولی سال 2022 به مناسبت عید قربان، آشپزهای تاجیک در محبس رقم 10 سردار زندانهای ولایت سوردلوفسک برای 1250 محبوس آش ایدو پختند. خدمات مطبوعات سردار زندانهای ولایت سوردلوفسک با نشر عکس و ویدیو خبر داد که در این روز برای تبریک محبوسان به زندان رقم 10 سردار شعبه کار با محبوسان مفتیات مرکزی ولایت کامل پاشا رسولوف و معاون رئیس شورای مشورتی نزد کنسولگری جنرالی تاجیکستان در اکاترینبورگ یعقوب جان علیویچ تشریف آوردند. یعقوب جان عمرف همراه خود آشپزا رو هم آورد که برای 1250 محبوس این زندان آش ایدو نپختند. گفته می شود همه محبوسان صرف نظر از اینکه پیرو کدام دینند بر سر دسترخوان ایدونه دعوت کرده شدند. محبوسان هم تقدیران مسلمان خود را به مناسبت عید قربان تبریک گفته به جمعیت تاجیک‌های ولایت سوردلوفسک برای ضیافت خوشمزه اظهار تشکر کردند. عید قربان که 2 ماه و 2 روز بعد عید رمضان و در روز 10 ماه ذوالحجه فرا می رسد، به خاطر گرامی داشت پیامبر ابراهیم که در راه رضای خدا به قربانی کردن فرزند خودش هم روزی شده بود تجلیل می شود. روز تجلیل عید قربان طبق تقویم مسیحی هر سال عوض می شود و وابسته به کشورها نیز گاه فرق می کند. بنا به آمار اداره های زندان های روسیه در محبس های این کشور بیش از 7000 نفر از زادگان تاجیکستان ادای حکم می کنند. یک قسم آنها در محبس های ولایت سوردلوفسک قرار دارند.